نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. صدق الله. اللهم صل على سيدنا محمد. لا علم لنا صدري مستقبل. در آیات گذشته و آغاز این سوره مبارکه عرض کردیم که بعد از اینکه در این سوره اثبات موضوع قیامت است، خداوند تعالی 5 نمونه از عذاب به صورت مختصر 5 نمونه ذکر می فرماید. نمونه های تخویف دنیوی هستند و نمونه های عذاب الهی هستند. نمونه اول متعلق به قوم لوط بود. الله تعالی بیان فرمود که ما برای همه اونها سنگریزه هایی که به شکل عذاب بودن تعیین کردیم و فرستادیم و اونها را هلاک و نابود کردیم. این نمونه دوم هست. و فی موسی، از نظر ترکیب این فی موسی بر ترکنا هست و ترکنا فیها آیتا و ترکنا فی موسی. همچنین ما در واقعه موسی و جریان موسی هم آیه و درس و عبرتی گذاشتیم. اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبین، زمانی که ما فرستادیم موسی را به سوی فرعون با سلطان مبین، یعنی با معجزات ظاهر، با معجزات آشکار. موسی علیه السلام با چنین معجزاتی پیش فرعون رفت که هیچ جای انکار نبود، ولی فرعون عناد کرد، فرعون ضد کرد. قرآن تعبیر می‌فرماید فتولا برکنه و قال ساحر او مجنون. تولی به معنای رویگردانی، اعراض. فرعون رویگردانی کرد، فرعون سرپیچی کرد به رکنه، با تمام ارکان سلطنتش، با همه نیروهای نظامی و انتظامیش، با همه ملأ و درباریانش. و به موسی علیه السلام چه تهمتی زدند، چه گفتند؟ و قال ساحر او مجنون،
گفت این جادوگر هست یا دیوانه هست. خب جادوگر چیز دیگه هست، دیوانه چیز دیگه هست، اینها با هم دیگر همخوانی ندارند. جادوگر کسی که باشد از نظر عقلی به کمال رسیده، خیلی خونده، درس خونده، و اگر دیوانه باشد که جادوگری بلد نیست. چرا فرعون دو چیز متناقض میگه، دو تا جمله و دو صفت ناروا به موسی نسبت میده، اما این دو صفت با هم متناقضند؟ مفسرین میفرمایند زمانی که فرعون معجزات را دید، معجزات موسی علیه السلام را دید، اون زمان متحیر شد، اون زمان گفت ساحر، جادوگر. اما زمانی که موسی علیه السلام درباره خدای عزوجل و درباره قیامت صحبت کرد، درباره توحید و درباره قیامت، موسی گفت من رب العالمین فرستاده. گفت قال و ما رب العالمین؟ قال رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. موسی وقتی که از الله تعریف کرد که چه ذاتی هست و از قیامت و از عذاب در قیامت ذکر کرد، اینا در عقل ناقص فرعون نگنجید. فرعون اینها را درک نکرد، متوجه نشد، لذا در این هنگام به موسی گفت مجنون، تو دیوانه ای. خودش دیوانه بود، نمیفهمید، درک نمیکرد یعنی چه، لذا به موسی گفت مجنون. بنابراین پس ساحر در یک زمان گفت در زمان مشاهده معجزات، و مجنون در یک زمان دیگه گفت، زمانی که موسی علیه السلام تشریح کرد برای او هم مبدأ را، هم معاد را، هم توحید و یکتاپرستی را و هم قیامت را. به هر حال فرعون وقتی که موسی را متهم کرد، به موسی علیه السلام بد و بیراه گفت، الله نتیجه عناد فرعون را اینجا میگه، خلاصه هست. فاخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم. الله می فرماید ما او را مؤاخذه کردیم همراه با لشکریانش، و جنوده مع جنوده، همراه با لشکریانش ما اونها را مؤاخذه کردیم. فنبذناهم فی الیم، این کیفیت اخذ است. چگونه مؤاخذه کردیم؟ همه را انداختیم تو دریا. مردم معمولا اشغالها را میبرن تو دریا میریزن، چیزهایی که درد نخور باشند، فاضل آبها را باز میکنن به دریا. لذا منظور این الله عزوجل میفرماید این اشغالها را تو دریا انداختیم، اینا ارزش ندارن. هر چقدر حکومت داشته باشد، وقتی که خدا را قبول نداره، دین نداره، ایمان نداره. لذا الله میفرماید فنبذناهم فی الیم، ما اونها را انداختیم در دریا، و هو ملیم، و اون سزاوار ملامت بود، سزاوار سرزنش بود. ملیم یعنی حقدار سرزنش و ملامت بود، لایق ملامت بود، باید همینطور میشد، حقش بود. پس این نمونه دوم از تخویف الله عزوجل در این نمونه هم اثبات فرمود که هر کسی که با بندگان ما، با اهل حق در مقابل اهل حق بیستد، نتیجهش اینه. و نمونه سوم، و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم. همچنین ترکنا آیتا فی عاد میشه، ما در قوم عاد هم یک نشانی گذاشتیم، یک آیه و یک درس عبرت. زمانی که ما فرستادیم بر آنان الریح العقیم، باد و طوفان نازا را، عقیم نازا. بعضی بادها هستن که فایده دارن برای ما، این باد بیفایده بود، بیفایده بماند که هلاک کننده بود. بعضی وقت باد میوزد، نسیم خوبی میوزد، ابرها را با خودش میاره، کلی برای منطقه باران و رحمت و خیر و برکت داره. اون باد نازا نیست، اون باد بیفایده نیست. اما این باد هیچ فایده ای نداشت. سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام حسوما.
الله این باد را وقتی که به وزیدن داد بر اونها وزید 7 شب و 8 روز 7 لیال و 8 ایام حسوما پیاپی اینا را ریشه‌کن کرد. فتر القوم فیها صرعا، این قوم تنومند عاد، مردان نیرومند عاد مثل تنه درخت خرما الله می فرمد افتاده بودند. فتر القوم فیها صرعا کأنهم اعجاز نخل خاویه، نخلی که سر به فلک کشیده باشد و بیفتد روی زمین. نخل زیباییش در چی هست؟ در ایستادن است، نه در افتادن. لذا الله می فرماید که ما چنان بادی بر این قومی که این قوم توحید را و قیامت را انکار کرد ما آوردیم و وزیدیم. ما تذر من شیء اتت علیه، الله می فرماید این باد بر هیچ چیزی نمی وزید، هیچ چیزی را ترک نمی کرد. الا جعلته كالرمیم، مگر او را قرار میده مثل رمیم. رمیم خاکستر، چیزی که خورد شده باشد. هر چیزی را که این باد میوزید اون را تبدیل به خاکستر میکرد، اون را تبدیل به چیزی میکرد که کلا پودر شده. این وضعیت قوم عاد بود. این نمونه سوم و نمونه چهارم تخویف دنیوی. و فی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، همچنین در قوم ثمود آیه هست، درس عبرت است، زمانی که به آنها گفته شد از جانب پیغمبر خدا حضرت صالح گفته شد تمتعوا، ای قوم بهره بگیرید، ای قوم استفاده کنید از این دنیا تا مدتی شما هستید. بعد از شما که ایمان نمی آورید میخواید تا کی تو این دنیا بمانید؟ تا کی غافل بمانید؟ تا مدتی. لذا برای آخرتتون فکری بردارید. اون قوم متوجه نشد. الله می فرماید فعتوا عن امر ربهم، سرکشی کردند، تمرد کردند از امر پروردگار، گوش به حرف ندادند. الله می فرماید فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون، این نتیجه عناد است، نتیجه سرکشی است. صاعقه از آسمان آمد. صاعقه آتشی را میگویند که همراه با خودش، چون در بعضی آیات شریفه میآید صیحه، صیحه فریاد را میگویند، فریاد و جیغی که جبرائیل امین اون را سر داد که گوشها را پاره میکرد و جگرها را پاره میکرد. لذا مفسرین نوشتند هر دو عذاب برایشون آمد، از یک طرف آتش آمد و از یک طرف اون صدای مهیب. و هم ینظرون، آنها نگاه میکردن، خودشون با چشمان خودشون مشاهده میکردن. فما استطاعوا من قیام و ما كانوا منتصرین، اینا حتی نتوانستن بلند بشن. فما استطاعوا من قیام نتونستن بکنن، نتونستن بایستند. و ما كانوا منتصرین، انتقام گیرندگان هم نبودند. اینها را خدا هلاک کرد، نابود کرد، از بین رفت. لذا اینا همه اقوامی الله داره ذکر میفرماید در سوره های دیگر به تفصیل واقعشون آمده که اونها چی گفتن، پیامبران چی گفت، اینها چطور پیامبران را اذیت کردند. اینجا خداوند به صورت نمونه ذکر میفرماید. لذا آخرین نمونه قوم نوح است. الله میفرماید و قوم نوح من قبل، ای اهلکنا قوم نوح من قبل، ما قبل از همه اینها، چون نوح علیه السلام قبل از اینها بود، قبل از عاد بود، قبل از ثمود بود، قبل از فرعون بود، قبل از همه اینها ما هلاک کردیم قوم نوح را. سبب هلاکت چی بود؟ انهم كانوا قوما فاسقین. الله می فرماید اینها قوم فاسقی بودند، مشرک بودند، فسق و فجور کردند، لذا به عذاب خدا گرفتار شد.
لذا این 5 قوم بود که بیشتر خدای عزوجل در این سوره ها، در سوره قمر هم می آید، همین 5 قوم را ذکر می فرماید. اما در هر سوره مطابق شرایط و تعبیرهای همون سوره الله تعالی احوال اینها را بیان می فرماید. لذا بعد از اینکه اینها نمونه های تخویف دنیوی بودند، الله تعالی دلیل دیگری برای اثبات قیامت بیان می فرماید. این دلیل عقلی هست، یعنی چیزی هست که عقل را بکار ببریم میفهمیم که قیامتی هست. الله می فرماید والسماء بنیناها بأید و انا لموسعون. ما آسمان را بنا کردیم با قدرت خودمون، بأید، با قدرت و نیرو، و انا لموسعون، ما قدرتمون بسیار وسیع هست. لموسعون را تفسیر مدارک نوشته لقادرون، منظور قدرت ما وسیع هست، قدرت ما زیاده. آسمان را با این وسعت، با این پهنایی خدا درست میکنه. انسان چیه که انسان را نتوند دوباره خلقش بکنه، دوباره زندهش بکنه. والارض فرشناها، زمین را ما فرش کردیم. فنعم الماهدون، ما بهترین فرش کننده هستیم. چه فرش خوبی برای شما. و من کل شیء خلقنا زوجین، الله می فرماید از هر چیز ما آفریدیم زوجین. زوجین معنی نیست دوتا، بلکه زوجین کنایه از تنوع هست، یعنی متنوع. من كل شيء خلقنا اصناف ذات عدد فوق الواحد، تفسیر مزاری گفته، یعنی اصناف مختلف، بیشتر از یک نوع، بعضی ها 2 نوع، بعضی ها 3 نوع، بعضی ها 4 نوع. متنوع آفریدیم، رنگ برنگ آفریدیم، جور جور آفریدیم. لعلکم تذکرون، این حکمت مصنوعات است. اینها را که الله آفریده به خاطر چی؟ شاید شما پند بگیرید، شاید شما بفهمید که ذاتی که این همه زیبایی ها، این همه تنوعات را آفریده، این ذات چه ذات قدرتمندی هست، مثل او اصلا نیست. ففروا الی الله، بعد از این دلائل توحید خداوند ما را دعوت میده به سوی خودش. ای بندگان من، ففروا، فرار به معنی سرعت، شتابیدن، بشتابید به سوی خدا، فرار کنید به سوی الله بروید. ففروا الی الله، فرار از چی؟ تفسیر نصفی نوشته فرار ای من الشرک الی الایمان بالله، از شرک فرار کن به سوی ایمان برو. و من طاعت الشیطان الی طاعت الرحمن، از طاعت شیطان فرار کن، از طاعت نفس و هوای نفس فرار کن، برو به سوی طاعت الرحمن. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین، همانا من محمد برای شما از خدا، از جانب خدا ترساننده آشکاری هستم. من شما را از عذاب خدا می ترسانم. و بالخصوص این یکی را نکنید، این گناه را. ولا تجعلوا مع الله الها آخر، شما قرار ندهید همراه با الله معبود دیگر، در کنار الله کسی دیگر را عبادت نکنید، از کسی شما طلب نکنید، کسی را به عنوان فریاد رس، حاجت روا، مشکل گشا نخوانید. ولا تجعلوا مع الله الها آخر انی لکم منه نذیر مبین، من محمد برای شما از جانب الله ترساننده آشکار هستم، شما را از عذاب الهی بیم میدهم و میترسانم. الله عزوجل میفرماید که همه انبیا که این دعوت را آوردند، پیروانی اونها به پیغمبران چی گفتند؟ ساحر و مجنون. یعنی حرف تمام امتهای گمراه مثل هم است. کذالک ما اتی الذین من قبلهم، همچنین نیامدند کسانی که قبل از اینها بودند، یعنی اقوام گذشته
مشرکان گذشته نیامدن پیش آنان هیچ رسولی هیچ پیامبری نیامد الا قالوا ساحر او مجنون، مگر اونها به پیغمبران چی گفتند؟ ساحر گفتند یا دیوانه گفتند. حال الله عزوجل می فرماید اینها اینقدر حرف تمام گمراهان با هم نزدیکه که اتواصوا به، آیا هم دیگر را وصیت کردن به این چیز؟ آیا برای نسل‌های بعدیشون وصیت کردن که هر پیغمبری آمد شما هم بگید ساحر و مجنون؟ اتواصوا به. این آیه مثل اون آیه سوره بقره میماند که الله تعالی اونجا میفرماید كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم، همچنین گفت کسانی که قبل از اینها بودند دلهایشون مشابه هم است. از نظر چی؟ از نظر عناد، از نظر انکار. لذا الله میفرماید آیا مشرکان گذشته مشرکان فعلی را وصیت کردند که اینا مثل هم با انبیا مبارزه میکنند؟ بل هم قوم طاغون. علت اصلی و اشتراک اصلی اینه که اینها قوم طغیانگر و سرکشند. پیشینیان هم طاغون بودند، اینها هم طاغونند، اینها هم طغیان میکنند. لذا الان از اینجا به بعد الله عزوجل پیامبرش را محبوبش را تسلی میده، شما کارت را بکن، تبلیغت را بکن، نگران نباش. فتول عنهم، از آنان اعراض کن، بعد از اینکه تبلیغ کردی از آنان روی گردانی کن. فما انت بملوم، شما نیستید ملامت شده، قابل ملامت، شما کارتون را میکنی. و ذکر فان الذکر تنفع المؤمنین، ای پیامبر من، ای حبیب من، شما تذکر بده، پند بده این قوم را. فان الذکر، همانا پند فایده میبخشد به مؤمنین. این جمله زرینی هست، پند مؤمنین را فایده میبخشد. واقعا هر وقتی که ما هر چی که پند و اندرز، بالخصوص پند و اندرزهای الهی که قرآن است و انبیا که احادیث هستند، اینا را هر چی گوش کنیم بیشتر نفع میبریم، بیشتر برای ما فایده میاد، تقوای ما بهتر میشه، ایمان و اعتقاد و باور ما بیشتر میشه. و ما خلقت الجن، خب علت این همه آنچه که گذشت، این همه انبیا فرستاده شد چی بود؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله می فرماید من جن و انس را خلق نکردم، نیافریدم مگر برای این منزل که فقط مرا عبادت کنه. الا لیعبدون ای الا لیوحدونی. ابن عباس میگه یعبدون به معنی توحید فی العبادت، یعنی در عبادت من کسی را شریک نگیرند. و خدای عزوجل هیچ نفعی از پیدایش و از خلقت انسان ها ندارد. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. الله میخواد جود بکنه، سخا بکنه. لذا الله میفرماید ما اريد منهم من رزق، من اراده ندارم از بندگان خودم هیچ نوع رزقی را، یعنی هیچ نوع عطایی را به من چیزی ببخشند. و ما اريد ان یطعمون، من نمیخوام از آنها که مرا بخورانند، مرا طعام بدن. یطعمون را بعضی گفتن ای یطعمو عبیدی، بندگان مرا غذا بدن، بندگان مرا خوراک بدن. نه، من خودم همه بندگانم را میدهم، اونها کارشون را بکنن. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، بدون شک الله هست و اوست رزاق، او هست بندگان را، تمام بندگان را به کثرت و به فراوانی رزق میده. ذو القوة المتین، اون ذات هست ذاتی که دارای قوت متین است، دارای قدرت مستحکم است و رزقش هم هیچ کم نمیشه. سبحان الله. مردم این جمعیتی که الان است، اگر این جمعیت 200 سال پیش می بود حتما اون زمان مردمان می گفته همه از گرسنگی می میرن. اما هر چی که جمعیت بیشتر میشه الله عزوجل بیشتر میده.
امکانات بهتر میشه، سفره ها رنگین تر میشه، ساختمان ها جدیدتر میشه، ماشین ها مدل بالاتر میشه، انسان ها پیشرفته تر میشن. معلوم میشه الله عزوجل هر انسانی را، هر نسلی را به اندازهش داره میده، ولی انسان دست پاچه است. میگه که فرزند کمتر زندگی بهتر، و اگر زیاد باشیم آبها تمام میشه، ذخایر تمام میشه، نان نداریم، جا نداریم، مسکن نداریم. ببینید الله عزوجل رزاقیت خودش را نشان میده. هرچه بیشتر میشه، هرچه جمعیت بیشتر میشه. الان پدران ما مثل ما میخوردند، در حالی که اون زمان جمعیت خیلی کمتر بود. در 100 سال پیش آبا و اجداد ما، اونا شاید یک سالشون به اندازه یک ماه ما نیست. اون اندازه که ما تو یک ماه استفاده میکنیم از نعمت الله، اونها تو یک سال استفاده نمیکردن، در حالی که جمعیت اونها کمتر بود 100 سال پیش. ولی الله هست رزق میده، هر چی که بیشتر باشه بیشتر. ان الله هو الرزاق، و دارای قوت بسیار مستحکم هست. فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا یستعجلون. بعد از اینکه نمونه تخویف هم گفته شد، دلیل عقلی هم گفته شد، هدف آفرینش هم گفته شد، حال الله عزوجل بیم میدهد، تخویف دنیوی بیان میکند برای مخاطبان قرآن، برای قریش مکه، کسانی که این همه دلایل به خاطر اونها گفته میشه بازم اونها متذکر نمیشوند. الله میفرماید همانا برای کسانی که ظلم کردند. ظلم یعنی شرک و کفر. قریش مکه ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، برای اینها هم سهمیه‌ای هست، نوبتی هست مثل نوبت اصحابشان، هم کیشها و هم مذهبانشان، مشرکان قبلی. ببین اصل ذنوب میگویند دلو بزرگ را، دلوی که از چاه آب میکشه، شاید یک دلو یک حوضچه را پر میکنه. اون زمان که مردم با عسر و با سختی زندگی میکردن، این دلو نوبتی بود، 1 ساعت مال یکی بود، 1 ساعت مال یکی بود. حال اینها را خدا میفرماید برای مشرکین مکه ذنوب هست، یعنی مثل همونهایی که سر چاه به نوبت بودند. خلاصه 1 ساعتی نوبت هر یک می آمد. نوبت اینها هم میاد، نوبت اینها از عذاب منظوره. مثل ذنوب اصحابهم، مثل نوبت هم مشربانشان هم کیشانشان، یعنی مشرکین گذشته. فلا یستعجلون، اینا عجله نکنند، اینها عجله نکنند، اون روز می آید. فویل للذین کفروا، ویل و هلاکت برای کسانی که کفر کردند، یعنی برای مشرکان. من یومهم الذی یوعدون، از آن روزی که در آن روز وعده داده می شود، یعنی اون روزی که وعده داده می شود. منظور از این روز روز بدر است، مراد عذاب دنیاست. اون روز که بیاید ویل و هلاکت برایش. این سوره مکی هست، هنوز خبری از هجرت نیست، ولی خداوند پیشا پیشگویی میفرماید که یه روزی میآید، اون روز واویلا هست برای اینها به عذاب و به گرفت الهی گرفتار میشن و پوزشون به خاک مالیده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم والطور و کتاب مسطور فی رق منشور. در هر 3 سوره، سوره زاریات، سوره قاف، سوره زاریات، سوره طور، در هر 3 تا بحث قیامت بود. اما در سوره قاف فرمود کذالک الخروج، خروج از قبرها اینگونه است. در سوره زاریات الله عزوجل فرمود ان الساعه ان عذاب ربک ان الساعه ان الدین لواقع، جزا واقع میشه. اینجا با صراحت بیشتر، یک پله بالاتر، ترقی از ما قبل میفرماید ان عذاب ربک لواقع، عذاب پروردگار واقع میشه. الله عزوجل در این سوره یک دلیل نقلی برای اثبات عذاب از موسی ذکر می کند به صورت خلاصه.
یک کلمه هست و طور، این خودش دلیل نقلی از موسی. و طور یعنی موسی شاهد است. عرض میکنم چطور. و به صورت خلاصه یک دلیل نقلی از کتب سابقه ذکر میکنه. دو تا دلیل نقلی هستند و دو تا دلیل عقلی ذکر میکند و یک دلیل وحی ذکر میکند. چطور؟ و طور دلیل اشاره به دلیل نقلی از موسی است و کتاب مسطور فی رق منشور اشاره به دلیل نقلی از کتب سابقه است و البیت المعمور اشاره به دلیل وحی است و السقف المرفوع اشاره به دلیل عقلی است و البحر المسجور هم اشاره به دلیل عقلی دوم است. توضیحش اینه که الله می فرماید طور شاهد است. طور شاهد است. طور محلی هست که در اون محل رب العالمین موسی را به پیامبری برگزید. در اون محل الله با موسی هم کلام شد. لذا طور شاهد است، یعنی موسی شاهد است که پیامبر ماست. که چی؟ که قیامت می آید. چون که در طور، شما در اول سوره طه می خوانید، در کوه طور الله وقتی که موسی را دید، موسی را طلبید و موسی به محضر الله حاضر شد، گفت که یا موسی انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوى و انا اخترتک فاستمع لما یوحى. ای موسی گوش کن، من ربت هستم، کفشار در بیار و من ربت هستم. اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. من الله یگانه هستم، بغیر از من هیچ که نیست معبود، فقط مرا عبادت کن. و بعد از اون الله فرمود ان الساعه لآتیه، قیامت می آید. موسی برو به مردم بگو قیامت داره میاد، برای قیامت آمادگی کنند. پس اونجا الله هم توحید را به موسی فرمود، هم قیامت را. پس و طور، اون طور شاهد است، اون مکان شاهد است که رب اونجا هم به موسی گفت ان الساعه لآتیه، قیامت می آید. و کتاب مسطور، و همچنین کتاب نوشته شده که فی رق منشور. رق پوست باریک را میگن. قدیم ها دیگه این ورق ها نبود، بر روی پوست ها می نوشتن، پوست ها را نازک میکردن، باریک میکردن. فی رق منشور، در پوستی که این پوست چیه؟ منشور، باز، چون پوست ها اینطور مثل پرونده پیچونده میشدن، جمع میشدن. منظور اینه که کتاب های آسمانی که الله به انبیاء سابق داد، همه این کتاب ها شاهدند. این دو تا شاهد. والبیت المعمور، همچنین بیت المعمور شاهد است. بیت المعمور کجاست؟ بیت المعمور کاملا موازی بیت الله است. بیت المعمور محل طواف فرشتگان. اینجایی که در زمین بیت الله است، موازی این بالای آسمان ها، بالاتر از آسمان هفتم، اونطوری که در حدیث شریف می آید، اونجا محلی هست رو به روی همین بیت الله. اونجا الله عزوجل اون محل را برای طواف فرشتگان تعیین فرموده. و در حدیث شریف می آید که هر روز 70,000 فرشته در بیت المعمور طواف می کنند و جمعیت این فرشتگان چنان زیاد هست که دیگه تا قیامت نوبت به فرشته نمیرسه. یک بار که طواف کرد دیگه به اون نوبت نمیرسه، از بس که زیادت. لذا بیت المعمور اونجاست. این دلیل وحی هست، چون که وحی برای رسول الله از آسمان ها می آمده. پس میتونیم اینطور بگیم که والبیت المعمور یعنی خود این قرآن هم شاهد است که از اونجا آمده. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. والسقف المرفوع، الله می فرماید این سقف بلند هم شاهد است، یعنی آسمان. آسمان هم شاهد است. آسمان چطور شاهد است؟ ما هر جا مگر نمیخوانیم، صبح هم خواندیم، یکی از دلائل قیامت آسمان است که خدا میفرماید این مخلوق بزرگ را من پیدا کردم
مثل آسمان. انتم اشد خلقا ام السماء. پس انسان را هم الله پیدا می کند. والبحر المسجور، اینا هر دو تا دلیل عقلی هستند. و دریایی که مسجور یعنی مملو است از آب، همونطور که دریا و آبها شما انسانها را در خشکی محاصره کردن، هر طرف ما دریاست، لذا شما در محاصره قیامت هستید. قیامت هم شما را محاصره کرده، می آید، فرا می رسد. لذا به 5 چیز الله سوگند خورد. 5 چیز را الله عزوجل شاهد گرفت. بعد از 5 چیز الله چی می فرماید؟ قسم به طور، قسم به کتاب مستور، قسم به بیت معمور، قسم به سقف مرفوع و سوگند به بحر مسجور که ان عذاب ربک لواقع. الله به اینها سوگند میخورد که عذاب پروردگار که وعده داده شما را واقع میشه، اتفاق میفته. ما له من دافع، نیست برای اون عذاب هیچ دفع کننده، هیچ کسی نیست که اون عذاب را دفع کند و دور کند. اون عذاب کی میشه؟ الله به تصویر میکشد اون روز را. یوم تمور السماء مورا، اون روزی می شود که آسمان ها تمور السماء به حرکت می آیند، یعنی آسمان تکان می خورد، آسمان تکه پاره میشه. اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، روزی که آسمان تمور ای تدور و تضطرب، مضطرب میشه، تکان میخوره، به جنبش میاد. تمور السماء مورا، تکان میخورد، تکان خوردنی. و تسیر الجبال سیرا، روزی که کوها به سیر میافتند، الله میفرماید کوها پودر میشند و مثل ریگها میشوند و روان میشند مثل آب. فویل یومئذ للمکذبین، روزی که اون روز سخت بیاید پس هلاکت و بدبختی برای کسی که تکذیب می کند عقاید حق را. کسی که عقاید حق را، عقیده قیامت را، عقیده توحید را تکذیب می کند، واقعا در اون روز برای اون انسان ویل است، برای اون انسان بدبختیه. الذين هم في خوض يلعبون، اوصاف مکذبین را الله بیان می فرماید. مکذبین آنهایی هستند که فی خوض، در فرو رفتن گفتار و اقوال و اعمال، یعنی یک بار که تو اقوال فرو رفتن، وارد بحث های چرت و پرت شدن، یلعبون، بازی میکنن، بیهوده وقت میگذرانن. یک بار که وارد کارهای بیهوده شدن، بازم یلعبون، وقت میگذرانن. خوض یعنی فرو رفتن، داخل شدن، وارد شدن، وارد هر بحثی میشن، وارد چیزهای بیهوده میشن. بعضی کارهای ما هم که بیهوده هست خطرناکه. بعضی جوانها عادت دارن یک بار که وارد یک بازی شدند دیگه دنیا بجنبد اون تکان نمیخوره، اون سرش و موبایلش، اون سرش و کارشه. لذا این همه فرو رفتگی، این همه استغراق که انسان غرق یک چیز باشد، اونم چیزی که لعب باشه، بازی چه باشه، بیهوده باشه، خوب نیست. الله اینجا مکذبین را میفرماید، اونایی که فی خوض، در فرو رفتن اقوال و اعمال چنان میشوند که یلعبون، بازی میکنند. الله میفرماید یوم یدعون الی نار جهنم دعا، روزی که اینها هول داده میشوند به سوی آتش جهنم، دعا، هول دادنی. هذه النار التي کنتم بها تکذبون، به آنان گفته میشه ای مجرمان، این هست اون آتش، آن آتشی که شما این آتش را تکذیب میکردید، در دنیا مسخره میکردید، در دنیا به پیامبر ما، به دعوتگران جادوگر و دیوانه میگفتید. افسحر هذا، آیا این جادویی بود، جادویی هست؟ ام انتم لا تبصرون، یا اینکه شما نمیدیدید، شما متوجه نبود، لذا اونجا باورش نکردی، اینجا بیا داخل شو تا خوب ببینی. اصلوها، وارد آن آتش بشید، وارد جهنم بشید. فاصبروا،
او لا تصبروا، صبر کنید یا صبر نکنید، داد و فریاد کنید یا ساکت بشید، سواء علیکم، برابر است بر شما، هر کاری بکنی برابر است. انما تجزون ما کنتم تعملون، الله می فرماید جز این نیست که شما پاداش اعمالتون را داده میشید. ما کنتم تعملون، اون چی که عمل کردی خدا پاداش اون را بهت میده. لذا بد کردی بد میبینی، بد عمل کردی تو دنیا. بعد از این که این تخویف بیان شد و این وعید بیان شد برای مجرم و مشرک، حال الله عزوجل بشارت میده مؤمن را، بشارت میده متقی را، متقیانی که اونها در دنیا تسلیم شدند، در دنیا دعوت حق را لبیک گفتند. الله می فرماید ان المتقین فی جنات و نعیم، همانا متقیان، انسانهای پرهیزگار در باغات هستند و در نعمتها. خوشا به حال کسی که در دنیا تقوای نصیبش میشه، خدا ترس میشه، در خدا ترسی از هر گناه دوری میکند. فاکهین بما آتاهم ربهم، الله می فرماید اینها خوشحالند، خوشگذرانند به آنچه که ربشان به اونها داده. و وقاهم ربهم عذاب الجحیم، الله اونها را حفاظت میکند و الله اونها را بدور نگه میدارد از عذاب جهنم. به آنها گفته میشه، به این متقین در بهشت، کلوا واشربوا هنیئا، بخورید بنوشید خوشگوار، نوشی جانتان، هنی به معنی نوشی جان، خوشگوار، بخورید و بنوشید خوشگوار، بما کنتم تعملون، بسبب آنچه که در دنیا عمل می کردید. عمل اندک ما در دنیا بهانه هست، این سبب ظاهریه، سبب حقیقی فضل الله است. الله می فرماید متکئین علی سرر مصفوفا، اینها تکیه دادن بر تخت هایی که کنار هم صف کشیده، تخت هایی که ردیف هم هستند. متقین اونجا تکیه دادند و هم دیگر را تماشا می کنند. و زوجناهم بحور عین، الله می فرماید ما آنها را جفت می کنیم، ازدواج می دهیم با حورهای عین. حور معنی لفظیش هست زن سفید رنگ، عین معنیش هست چشم درشت، اونی که چشماش مثل آهو است. معنیش اینه الله عزوجل که همسران زیبا شکل چشم درشتی ما به اونها میدیم. والذین آمنوا، نه تنها به اونها، هم به افراد خانواده شون. حدیث را برای شما بار خواندم که در حدیث شریف میاد روز قیامت یک انسان، روی همین آیه این حدیث را آوردن مفسرین، یک انسانی را الله عزوجل در بهشت به یک جایگاه بسیار عالی میبرد، چون انسان خوبی بوده، انسان صالحی بوده، دعوتگر بوده، خدمت میکرده، لذا یک جایگاه خاصی دارد. اونجا میره میبینه همه چیز هست، سبحان الله، چه باغ خوبی، چه ساختمانی، اطرافش همش حور و غلمان و خدام و تمام امکانات، هیچ کمی نیست. بعد از اون که میبیند همه چیز روبرا هست، اطرافش نگاه میکنه، خویشاوندان، پدر کجاست، مادر کجاست، برادر کجاست، فرزند کجا، هیچ که پیدا نیست. میپرسد بقیه خویشاوندان من، بقیه خانواده من، طایفه من، اینا کجا هستند؟ به او جواب میده اونا همه در بهشتند، ولی خب جایگاه شما ویژه هست. شما این همه زحمت کشیدی تو دنیا، زهد و سختی ها تحمل کردی، شما را اینجا آوردیم. اونها هم جای خودشون هستن، اونها هم صالح بودن. اونجا میگه یا رب، من هر چی کردم برای خودم نکردم، برای تمام خاندانم کردم، برای تمام اهل و عیالم کردم. لذا الله عزوجل دستور میده کرامت برای این انسان، میگه همه اونها رو بیارید همینجا. اونها هر جا هستند، در هر درجه، در هر طبقه از بهشت هستند، اونها رو منتقل کنید به خاطر اکرام این انسان.
لذا اینجا در آیه همین اشاره شده. الله می فرماید والذین آمنوا، آنهایی که ایمان آوردند یعنی مؤمن کامل هستند، واتبعتهم ذریتهم بإیمان، و همچنین ذریه اونها اولاد اونها تابع اونها شدند از نظر ایمان، الحقنا بهم ذریتهم، ما ذریه و اولاد اونها را به اونها ملحق میکنیم، به اونها میرسانیم. آیا چیزی از درجات اینها میره بالا از اون میاد پایین؟ اینطور میشه؟ مثلا اون به اون گفته میشه از طبقه دهم بیا پنجم، ما هم از اول میایم پنجم؟ نه، از جایگاه هیچی کم نمیشه. و ما التناهم من عملهم من شیء، الله می فرماید ما کم نمی کنیم، التناهم ای نقصناهم، ما کم نمی کنیم از عملشان هیچ چیزی، همه و همه اونها در کنار هم هستند. کل امرئ بما کسب رهین، هر انسانی به اون چی که کسب کرده گرفتار است. یعنی مشرکان به اعمال شرکیه خودشون گرفتارند، اونها حبس اعمال خودشون هستند. و الله عزوجل این متقین را، مؤمنین را، صالحین را در درجات عالیه بهشت جا می‌دهد. و امددناهم بفاکهة و لحم مما یشتهون، هنوز ذکر بهشت است. الله می فرماید ما آنها را کمک میکنیم، یعنی برای اونها می آوریم، فراهم میکنیم، بفاکهة میوها، انواع میوها، و لحم گوشتها، مما یشتهون آنچه که اونها اشتها بکنن، هر چی دلشون میخواد. یتنازعون فیها، دست به دست میکنن در آن بهشت، کأسا جام شراب را، این دست به دست میکنن. بعضی گفتند کنایه از شوخی و مزاح هست، این از این میگیره به اون میده، و بعضی گفتند دست به دست میکنن به این معنی که به هم دیگه میدن، تعارف میکنن. لا لغو فیها ولا تأثیم، هیچ لغوی نیست، هیچ بیهودگی نیست در اونجا و هیچ گناهی نیست، هیچ کار بی جایی، بیهودهی، لغوی اونجا نیست، همش خوشی. و یطوف علیهم غلمان لهم، الله می فرماید اونجا دور میزند، میچرخند برای آنها، بر آنها، غلمان لهم، نوجوانهایی که برای خدمتشون هست، غلمان و نوجوانهای مخصوصی که این نوجوانهای خادم اینا افراد مخصوصی هستند. اینا تو قرآن همین اندازه آمده که بچه های زیباروی هستند. اینا کی هستند؟ والله اعلم. بعضی چیزا که مفسرین میگه از روی فکر و اجتهاد خودشون میگن. بعضی میگه این بچه هایی هستند که در زمان بچگی فوت میکنن، بچه مسلمان ها هستند که اونها به زمان طفولیت میمیرند. بعضی میگه اینا بچه های کفار هستند که اونها هنوز به بلوغی نرسیدن که کفر بکنن و در بچگی مردن، اونها را الله خادم میکنه. بعضی میگن مثل حورها که حورها تو این دنیا نبودن، همونجا خدا اون نسل را درست میکنه، اینها را هم اونجا الله درست میکنه. علی ای حال هر چی باشد الله از اونها تعریف میکنه کأنهم لؤلؤ مکنون، چنان زیباروی هستند، چنان زیبا هستند که گویا مرواریدی هست. مکنون یعنی پوشیده، در بقچه پنهان شده. مروارید و هر چیز درخشنده زود غبار میگیرد، اما وقتی که اون را تو چادری، تو لباسی بپیچی، ده وقت ظاهرش بکنی می درخشد، زرق و برق دارد. لذا این بچه ها مثل مروارید اونجا می درخشند. و بعد اهل بهشت از نظر روحی، فکری، روانی هم بسیار راحت هستند. و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون، الله می فرماید روبروی هم قرار می گیرن، بعضی بر بعضی از هم دیگه سوال می کنن. اهل بهشت چی می گوین؟ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین، آنها می گویند همانا ما بودیم قبل از این در دنیا
در اهل و عیالمان میترسیدیم که خدا چیکار میکنه با ما. معلوم است خدا ما رو ببخشه یا ما نبخشه، ولی واقعا خدا بر ما لطف کرد. اونجا اونا شکر میکنن، شکرگزار میشن. فمن الله علینا، الله بر ما منت گذاشت، بر ما احسان کرد. و وقانا عذاب السموم، الله ما را حفاظت کرد از عذاب آتش. سموم اون باد سوزانی را میگویند که همراه خودش اون باد تمام، عرض کنم که ضمن اینکه سوزندگی داره، تمام میکروب ها و تمام بیماری ها را هم داره. این کنایه است از اون لفحه و از اون شعله هایی که از جهنم میوزد و دل هر انسانی را کباب میکنه. الله میفرماید که انا كنا من قبل ندعو. ببین تنها دلیل نجات اینها چیه؟ تنها دلیل نجاتشون توحیده. انا كنا من قبل ندعو، همانا ما قبل از این فقط و فقط الله را می خواندیم، بغیر از الله کسی را نمی خواندیم. كنا ندعوه لا غیره، غیر از خدا از کسی حاجت نمی طلبیدیم. انه هو البر الرحیم، بدون شک اون ذات بر هست، ذات احسان کننده هست و ذات مهربان است. بر ما مهربانی کرد، بر ما احسان کرد. امروز در این جایگاه، در این نعیم و بهشت الله ما قرار داریم. بعد از اینکه الله عزوجل هم مراتب مجرمین را در جهنم بیان فرمود و هم جایگاه عالیه مؤمنین و متقین را در بهشت بیان فرمود، حال از اینجا به بعد تقریبا تا آخر سوره تسلی هست برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و زجر و توبیخ و سرزنش هست برای مجرمین و مشرکین. مشرکین از جایی که می دیدن روز به روز دین عزیز اسلام پیشرفت میکنه، ترقی میکنه، انواع اتهامات، انواع لقبها، انواع صفتها را برای رسول الله بیان میکردند. یک روز ساحر میگفتند، یک روز مجنون میگفتند، یک روز کاهن میگفتند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم طبیعی بود، ناراحت میشد، نگران میشد. الله عزوجل حبیبش را تسلی میده، آرامش میده. الله میفرماید فذکر، فریضة الرسول، فذکر، ای پیامبر پند بده، به دعوتت ادامه بده. فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون، به برکت نعمت پروردگارت، به لطف پروردگارت تو کاهن نیستی، مجنون هم نیستی. کاهن کسی که از ستاره ها و از غیب خبر میگیرد، مجنون دیوانه. تو هر دو اینها نیستی. ام یقولون شاعر، بلکه آنها میگویند این پیغمبر شاعر است. اونا هم سرگردان بودن، گاهی کاهن میگفتن، گاهی شاعر، گاهی دیوانه. میگویند شاعر است. نتربص به ریب المنون، ما انتظار میکشیم حادثه مرگ را برش. چون اونها میگفتن که شما، خودشون را تسلی میدادن مشرکین و سران قریش، میگفتن شما ناراحت نباشید، همین که چشم از این دنیا ببنده این پیغمبر مدعی پیغمبر، همین که از این دنیا بره دیگه نهضتش تمام میشه، چراغ خاموش میشه، کسی دیگه نیست این اسلام را به پیش ببره. لذا میگفتن نتربص به ریب المنون، ما منتظر میشیم، انتظار میکشیم برای او ریب المنون، حوادث زمان را یا حادثه مرگ را. الله میفرماید به اونها جواب بده ای حبیب من، قل تربصوا انی معکم من المتربصین، بگو شما هم منتظر باشید، من هم با شما منتظر میمانم. ببینیم آیا چراغ خاموش میشه یا روشن‌تر میشه، تمام دنیا را میگیره. پشت سر او شاگردان با اخلاصی مثل ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، خالد ابن ولید، ابو عبیده، تمام این شاگردان، سعد ابن ابی وقاص،
انسانهای با گذشتی تربیت میشن که اینها یکی از دیگری پیشی میگیره، هر یکی جان بر کف با مجاهدت ها با رشادت ها دین را به سراسر این عالم میرسانند. آیا پیغمبر بره این نهضت تمام میشه یا گسترده تر میشه؟ ببینی برکت اسلام را و این کرامت این دین عزیز را که الله عزوجل چقدر این را گسترش داد و دشمنان اولی چه انتظار خامی داشتند، چه انتظاری میکشیدند که هم پیغمبر از این دنیا بره دیگه تمام میشه، قصه تمام میشه. الله میفرماید قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، بگو منتظر باشید من هم با شما منتظر. ام تأمرهم احلامهم بهذا، آیا عقل اونها را امر میکنه به اینکه این اعتراضات را بکنن؟ ام هم قوم طاغون، یا اینکه اینها قوم سرکشی هستند، سرکش متمردن که چنین اعتراض میکنن. ام یقولون تقوله، یا اینکه آنها میگویند این پیغمبر از خود ایجاد کرد. تقول یعنی حرفی را درست کردن، منظور این کلام خدا نیست، این از خود درست کرده. بل لا یؤمنون، الله می فرماید بلکه حقیقت اینه که لا یؤمنون، اینها ایمان نمی آورند. اگر راست میگویند فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین، بیاورند سخنی مثل این را، مثل قرآن کلامی بیاورند اگر راست میگویند. چنانچه نتونستن بیارند، تلاش کردند، جمع شدن، کوشش کردند، در هر دور و زمان قادر نشدند. الله می فرماید ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا اینکه اینها به سوی طاعت و عبادت نمی آیند. آیا آفریده شدن من غیر شیء، بدون هیچ چیزی، یعنی بیهوده؟ من غیر شیء یعنی من اجل لا شیء من العبادت او المجازات، تفسیر مظهری گفته. آیا اینها پیدا شدند که هیچ مجازاتی نباشه، هیچ عبادتی نباشه، بیهوده، عبث و بیکار؟ ام هم الخالقون، یا اینکه نه اینا خودشون آفریننده هستن، خودشون میدانن برای چی آفریدن. ام خلقوا السماوات والارض، یا اینکه شاید اینها آفریدند آسمان و زمین را. اینا آخر چه محلی از اعراب داره؟ اینا چه کارند که اینها قبول نمی کنن؟ بل لا یوقنون، اصل اینه که به دلیل جهل و نادانی اینها یقین و باور ندارن. ام عندهم خزائن ربک، یا اینکه نزد اینها خزانه های پروردگار هست. ام هم المسیطرون، یا اینکه خزانه ها اینها نگهبان هستند، چون یکی از خزانه ها و نعمت هایی که رب میده نبوت، اینا نگهبانند، اینا نمیگذارن اون خزانه ها به کسی برسد. ام لهم سلم، یا اینکه اینها قبول نمی کنند شاید علت اینه که اینها نردبانی زدند به آسمان، یستمعون فی، در اون نردبان میروند و گوش میکنند. اگر چنین هست فلیأت مستمعهم بسلطان مبین، اون کسی که گوش کننده این هست بیاورد دلیل روشنی، مدرک ظاهری بیاورد چی شنیده، بیاورد خدا چی گفته. چرا اینها باور ندارند؟ چرا قبول ندارند؟ ام له البنات ولکم البنون، یا آیا این هست که برای آنان دختر است و برای الله دختر است و برای شما پسر؟ چون گاهی این ادعا را میکردن. الله عزوجل تمام بیهودگی گویی ها و یاوه‌گویی ها اونها را به صورت استفهام رد می فرماید. ام تسألهم اجرا، یا اینکه ای پیغمبر اینا که به تو ایمان نمی آورند شاید علت اینه که شما از اینها مزد میخواهی، پاداش میخواهی. فهم من مغرم مثقلون، که اینها از تاوان اون زیر بارند. آیا چنین چیزی هست که تو از اونها پول کلان و پول هنگفتی خواستی که فهم من مغرم، از تاوان آن مثقلون، زیر بار سنگین هستند؟
ام عندهم الغیب، یا اینکه نه نزد اینها علم غیب است، فهم یکتبون، اینها از اون غیب همه چیز را می نویسن و خبر دارن که چی میشه و چی نمیشه. ام یریدون کیدا، یا اینها اراده توطئه‌ای دارند، میخوان کاری بکنند. ولی اینا بدانند فالذین کفروا هم المکیدون، آنانی که کفر کردند آنها هستند، با اونها کید میشه، با اونها الله عزوجل تدبیر میفرماید و به اشد مجازات گرفتارشون میکند. ام لهم اله غیر الله، یا اینکه آیا برای اینها معبودی هست غیر از الله؟ همه اینها نیست. سبحان الله عما یشرکون، الله پاک هست از آنچه که اینها شریک میگیرند با الله. لذا الله عزوجل از شریک پاک است. اینا تمام خیالات و توهمات باطله و فاسده اونها هستند. و این یرو کسفا من السماء، به قدر اینها گمراهند، به قدری از راه بیراه هستند که اگر ببینن تکی از آسمان که ساقطن داره میفته، یعنی خدا اگر بخواد از آسمان عذاب بیاره، اینها با چشم خودشون عذاب را ببینن داره میفته، مثل همون قوم عاد چی میگند؟ میگن یقولو سحاب مرکوم، اون ابری داره میاد مرکوم، یعنی پر از باران هست، ته به ته هست، از روی هم انباشته شده این ابر و پر از باران هست. لذا الله عزوجل میفرماید فذرهم، اینها را بگذار ای پیامبر، حتی یلاقوا یومهم الذی فیه یصعقون، حتی که مواجه بشند، برخورد کنند، ملاقات کنند با اون روزی که در آن روز یصعقون، بیهوش کرده میشوند. صعق و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، این در زمان نفخه اولاست. نفخه اولا دمیده میشه، همه بیهوش و مدهوش میافتند و بعد میمیرن، جان میدن. الله میفرماید یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا، وقتی که اون روز بیاید فرصت و مهلت از دست اینها تمام میشه، آن روز فایده نمیدهد، دفع نمیکنه از آنان هیچ کید آنها، مکر اونها هیچ چیزی. ولا هم ینصرون، نفی شفاعت قهری، آنها در آن روز یاری نمیشوند، کمک نمیشوند. نه تنها روز قیامت، نه تنها روزی که نفخه دمیده میشه، قبل از اون الله عزوجل میفرماید قبل از اون هم یک عذاب کوچولوی دیگری هم هست. و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلك، همانا برای کسانی که ظلم کردن، یعنی برای این مشرکین عذابی هست دون ذلك. دون ذلك یعنی پایین تر از آن، پایین تر از چه جهت؟ هم عذاب کوچولوتری و هم عذاب قبل از اون. این عذاب چیه؟ عذاب هایی که در دنیا آمد مراد هستند. امام نصفی رحمه الله در تفسیر مدارک نوشته هو القتل ببدر والقحط 7 سنین و عذاب القبر، تمام عذابایی که قبل از عذاب قیامت است. مثلا در بدر اینا کشته شدند، 7 سال برای اونها قحطی آمد در زندگی مکی، و همچنین در عذاب قبر به اشد مجازات گرفتار میشن. اینا تمام عذابهای دون ذالک هستند، از اون عذاب پایینتر و از اون عذاب جلوتر. ولكن اکثرهم لا یعلمون، اما اکثر اینها نمیدانند، باور ندارند که خداوند برای اونها چنین عذابی می آورد. لذا ای پیامبر ما تسلی میده الله در آخر سوره پیامبرش را، حبیبش را، شما صبر کن، واصبر، شما صبر کن لحکم ربک، به حکم پروردگارت، فانک باعیننا، همانا تو زیر نظر ما هستی، تو تحت سرپرستی ما هستی. و سبح بحمد ربک، تو کارت با یاد رب باشد، دست بکار و دل بیار باشد. تسبیح و حمد ربت را بگو حین تقوم، وقتی که برمیخیزی صبح، و من اللیل، و همچنین شب، یعنی صبح و شب به معنی دائم است، تنها من یک روز نه. و ادبار النجوم،
پشت سر ستاره ها، یعنی روز بعد. حتی ببین صبح، امروز صبح مثلا که شب، وقتی که شب میشه و بعد از این که ستاره ها ناپدید میشن، چه وقت سحر، چون ستاره تا سحر هستن، یعنی روز بعد. منظور اینه ادامه بده ذکر رب را داشته باش، چون که فإنک بأعیننا ای فإنک بمرء منا و تحت کلأتنا، تو در معرض دید ما هستی و تحت حفاظت ما هستی. والله یعصمک من الناس، خداوند تو را حفاظت میفرماید. به هر حال این سوره مبارکه تور بود که در این سوره خدای عزوجل با تأکید فرمود ان عذاب ربک لواقع. 5 چیز را یا 5 دلیل را آورد که عذاب پروردگار واقع میشه. در هر 3 سوره، هم سوره قاف، هم سوره زاریات و هم سوره تور، الله عزوجل عذاب را اثبات فرمود که عذابی در روز قیامت هست. حال در سوره نجم می فرماید بعد از این که عذابی هست و ثابت شد که عذابی هست، بدانید که عذاب و گرفت الهی، عذاب و جزای الهی در روز قیامت حق است. حال در نجم میخوانیم که خدایان شما هیچ سفارشی نمیتونن بکنند، هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، چون ها خدایان را پرستش میکردن که در سختی ها و شدائد به درد ما بخورن. در این سوره الله عزوجل از لات و عزا میگه افرأیتم اللات والعزى و منات الثالثة الاخرى. اینها هیچ کاری نمیتونن بکنن، اینها ارزش را ندارند، اینها توانش را ندارند. لذا اگر میخوای از اون عذاب رهایی بیابی، نجات بیابی، پس بیا به سوی رب العالمین، به سوی پروردگارت، در پناه رب بیا. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک. فقط پناهگاه رب العالمین است. بقیه پناهگاه ها اینها پوشالی هستند، اینها درد نمیخورند، اینها را باد میبره، اینها مثل تار عنکبوتند. لذا به سوی رب بیا. در این سوره الله عزوجل همین دعوت میده. بله، والنجم اذا هوا، موضوع محوری این سوره پس نفی شفاعت قهری هست و این است که لات و عزات و منات را نخوانید، هیچ چیزی نمیتونن بکنن. و خدای عزوجل در این سوره هم زجر و توبیخ مثل سوره تور بیان میفرماید و دلیل نقلی از انبیاء گذشته. الله ابتداء سوگند یاد میکند، یا بهتر است بگیم که شاهد میگیرد ستاره را. و النجم اذا هوا، سوگند به ستاره وقتی که سقوط میکند، یعنی اون ستاره شاهد است. اذا هوا ای اذا سقط. ببینید ستاره که سقوط میکند و ستاره که غروب میکند کنایه از چیه؟ کنایه از اینه که این مخلوقات بزرگ، اینهایی که در واقع مظهر قدرت رب العالمین هستند، اینها هم ناپدید میشن، اینها هم زائل میشن، پس اینها خدا نیستند. این خودش دلیل توحیده. ابراهیم علیه السلام از همین استدلال گرفت. فلما رأى الكوكب قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلین. وقتی که غروب کرد گفت من این غروب کننده را و اینی که ناپدید شد نمیخوام. پروردگار من همیشه باید باقی باشد، ثابت باشد. لذا پس این چه نوع دلیلی هست؟ دلیل بر این که تمام مظاهر قدرت ناپدید میشند، زائل میشند. ما ضل صاحبكم و ما غوا، این جواب قسم است. قسم به ستاره که صاحب شما محمد صلی الله علیه و سلم از راه بیراه نشده، و ما غوا، و راه را اشتباه نرفته. ببین دو چیز هستن، دو واژه، یکی ضلالت، یکی غوایت. ما ضل ما غوا.
ضلالت اینه که انسان از همون اول راه را فراموش میکنه، برعکس میره، راه را اشتباه میره و وقتی که میبینه راه را گم کردم توقف میکنه، میدونه که من راه گم کردم، اینو میگن ضلالت. میره بعد میبینه نه این راه نیست، پس راه گم شد، منتظر میمانه تا کسی بیاد او را نشون بده. اما غوایت اینه که یک راه دیگری را اشتباهی گرفته، همون راه را میبره، فکر میکنه همینه، در حالی که اشتباه داره میره. لذا الله همینه میفرماید ما ضل صاحبکم، صاحب شما راه را گم نکرده، و ما غوا، و راه را اشتباه نبرده، و ما ینطق عن الهوا، نطق نمی کند، سخن نمی گوید از روی هوای نفس و خواهشات نفس، هرچی می گوید وحی الهی هستند. ان هو الا وحی یوحا، نیست این مگر وحی که وحی کرده میشه به سوی او. علمه شدید القوا، او را کی آموخته؟ استادش کیه که به او یاد داده؟ شدید القوا، اون فرشته ای که دارای قوت شدید است. منظور جبرائیل امین است. جبرائیل امین را شدید القوا میگویند به خاطر اینکه روستاهای قوم لوط را جبرائیل امین با وجود که یک شهر بزرگی بود به آسمان ها برد و از اونجا سرنگون کرد و زد مجدد به زمین. ذو مرة، دارای مره را چند معنا کردند. بعضی گفتند ذو مرة ای ذو هیئت حسنة، این فرشته شکل بسیار زیبایی دارد. بعضی گفتند ذو مره یعنی کسی که در عقل و فهم کامل باشه، یا اینکه زیبارو و خوش چهره باشد، حسین و جمیل و خوشمنظر و طویل القامه. لذا ذو مرة دارای زیبایی بود. فاستوا، مستوی شد بر افق. و هو بالافق الاعلا، اون جبرائیل در افق اعلا بود، در اون افق بالا جلوی پیغمبر ظاهر شد. ثم دنا فتدلا، سپس نزدیکتر شد به پیغمبر. فتدلا، پس نزدیک شد. فکان قاب قوسین او ادنا، اندازه قاب دو قوس، قاب دو کمان. قاب قوس میگویند از محلی که مقبض یعنی اون جای دستگیره کمان است تا اون محلی که اون نخ است که تیر را به اون عرض کنم تکیه میدهند، این فاصله کم را میگن قاب قوس. در قدیم وقتی که دو تا طایفه با هم نزدیک میشدند، کمانها را با هم متصل میکردند، یعنی همونطور که کمانها با هم چسبیدن، ما دیگه از این به بعد با هم یکی هستیم، وحدت داریم دیگه. تیر کمان ما بر علیه هم دیگه نیست، در یک جهت میره، ما با هم متحدیم. این قاب قوسین نزدیک، این کنایه از خیلی نزدیک شدنه، کنایه از متصل شدنه. لذا جبرائیل آمد و با پیغمبر نزدیک شد. من قبل از اینکه این آیه را ترجمه بکنم، مطلبی را برای شما عرض بکنم که ذهنتون بازتر بشه. اون اینه که در تفسیر این آیات بین مفسرین اندک اختلافی هست. اصل اختلاف در اینه که در شب معراج، چون این مربوط به شب معراج است، در شب معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که به آسمان ها رفتند، آیا خداوند را در اون شب ملاقات کردند، دیدند، رؤیت کردند یا نه؟ بعضی ها معتقدند که پیغمبر خدا را دیده و این آیات همون بیان میکنه. با اون نزدیک شد، نزدیکتر شد، به اندازه قاب قوسین شد، به او وحی کرد و او اشتباه ندید. ولقد رآه نزلة اخرى، باری دیگه هم او را دیده بود.
لذا میگه این درباره دیدار پیغمبر با الله است. یک روایت از ابن عباس آمده، بعضی این را اعتقاد دارند، اما جمهور بیشتر مفسران معتقدند که دیداری ملاقاتی صورت نگرفته. رسول الله صلی الله علیه و سلم رب را در اون شب ندیده، چون که الله عزوجل در این دنیا دیده نمیشه. موسی علیه السلام میخواستن ببینن، ندیدند. چرا؟ مثل موسی در اون شب هم کلام شد، الله کلام فرمودند، آن حضرت اونطور که شأن الله است آن حضرت شنیدند، اما رؤیت و دیداری صورت نگرفت. این دیدار که قرآن تعریف میکنه، این دیدار بین رسول الله و جبرائیل بود. خب شما میگه هر روز پیغمبر جبرائیل را میدید، درسته، هر روز پیغمبر میدید، ولی هر روز به شکل انسان میدید. در حدیث شریف میاد به شکل دحیه کلبی میدید. در این شب به شکل اصلیش دید، دو بار به شکل اصلی دید. اینم ویژگی رسول الله صلی الله علیه وسلم. همه انبیا جبرائیل را دیدن ولی به شکل اصلی هیچ که ندیده. یک بار در اول بعثت، در اولین روزهای پیامبری، وقتی که جبرائیل را دید، جبرائیل او را صدا زد، این طرف اون طرف نگاه کرد، آخر به افق نگاه کرد. آن حضرت میفرمند من دیدم که از مشرق تا مغرب همه افق را گرفته پرهای جبرائیل. اونجا بود که رسول الله بیهوش شد، از حال افتاد. یک بار اونجا دید، یک بار شب معراج دید. پس این ملاقات جبرائیل است. کسی جلوی ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها گفت که پیغمبر خدا در اون شب خدا را دیده، حضرت عایشه عکس العمل نشان داد، ناراحت شد، گفت که هر کسی که بگوید پیغمبر خدا را دیده، اون بر پیغمبر و بر خداوند افترا گفته. گفتن ای ام المؤمنین این آیه پس معنیش چیه؟ گفت من اولین کسی بودم که درباره این آیه از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدم. رسول الله فرمود که او جبرائیل بود که من با او نزدیک شدم، جبرائیل بود که فاصله ما این اندازه شد. پس این جبرائیل بود، خدای عزوجل نبود. خدا از مکان پاکه، خدا از جسم پاکه. لذا الله می فرماید فکان ثم دنا فتدلا، سپس جبرائیل نزدیک شد، فتدلا پس نزدیکتر، فکان قاب قوسین او ادنا، پس به اندازه قاب دو قوس، دو تا کمان یا نزدیکتر از آن. فاوحى الى عبده ما اوحى، اینجا الله وحی کرد به بندش اون چیزی که وحی کرد. ما کذب الفؤاد ما رأى، دل دروغ نگفت آنچه که دید، یعنی واقعیت بود. افتمارونه علی ما یرا، آیا شما شک دارید در بر آنچه که دیده؟ رسول خدا جبرائیل امین را دیده، شما شک دارید؟ در حالی که ولقد رآه نزلة اخرى، همین پیامبر بار دیگر جبرائیل را دید. کجا؟ عند سدرة المنتهى، نزد سدرة المنتهى. پس بار اول در بعثت بود. ببینید علامه ابن کثیر نوشته وکان هذه الرؤیة الاولى فی اوائل البعثه، این دیدنی که در این سوره هست در اوائل بعثت رؤیت اول پیغمبر هست. بعد ما جاءه جبرائیل علیه السلام اول مره، اولین باری که جبرائیل پیش او آمد. فاوحى الله الیه صدر سوره اقرأ، اون زمان خداوند آیات ابتدایی سوره اقرأ را نازل فرمود. ثم فتر الوحی، بعد از اون وحی چی شد؟ قطع شد. تفسیر ابن کثیر. خب بیضاوی میگه قیل ما رها احد من الانبیاء، پیامبر را جبرائیل را هیچی که از انبیا ندیده، فی صورته در صورت اصلیش، غیر محمد صلی الله علیه و سلم مرتین،
غیر از محمد که 2 بار جبرائیل را دید، مرة فی السماء و مرة فی الارض. یک بار که در زمین بود همون اول بعثت و یک بار که در آسمان بود. لذا الله می فرماید ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، او را دید یک بار دیگر نزد سدرة المنتهى، درخت سدر، درخت کنر به اصطلاح. سدرة المنتهى یک درختی هست که اونطور که در روایات تعریفش آمده هم فراتر از این عقل دنیوی ماست. میگویند که ریشه های این درخت و اصول این درخت زیر 7 طبق زمین هست، زیر زمین هاست و شاخه های این درخت بالای آسمان هست. والله اعلم. سدرة المنتهى چرا میگم منتهى؟ به معنای اینه که منتهى الیه فرشتگان زمینی و فرشتگانی که از بالای آسمان ها میاند، فرشتگان که از لوح محفوظ میاند. اونای گروه دیگه هست، اونا اصلا به زمین نیامدند و نمیاند، از بالاتر از آسمان ها میاند، از اونجا دستورات را، وحی را، برنامه ها را می آورند تا اون درخت سدره که بالای آسمان 7م است. و این فرشتگان هم اونجا میرن، یا گویا منتهای اینها و ایستگاه آخر اینها هم اونجاست. ایستگاه اونهایی که از بالا میان هم اونجاست. هر دو گروه اونجا هم دیگر را ملاقات میکنن. اون فرشتگان هر چی باشه تحویل این فرشتگان میدن. عند سدرة المنتهى. و در حدیث همین قد آمده که غشی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریفش کرد. غشیها نور الرب، نور پروردگار او را تحت پوشش قرار داده. او الملائکه تقع علیها، ملائکه نورانی بر او بودند. کما یقع الغربان علی الشجره، چنانچه کلاغ بر درخت چطور میشیند، ملائکه اینطور بر سدرة المنتهى نشسته است. نور است اونجا، مثل پروانه ها هستند. و در حدیث دیگه آمده که سدر چون درخت کنر را میگن، کنر اون میوهاش به اندازه کوزه بودند. والله اعلم، ما از حقایق اون عالم زیاد سر در نمیبریم مگر اینکه اونجا بریم. لذا الله می فرماید که عندها جنت المأوى، شرف سدرة المنتهى جنت المأوى همون جاست. اونجا جنتی که جای رجوع همه ماست انشاءالله اونجاست. اذ یغشی السدرة ما یغشی، زمانی که سدره را تحت پوشش قرار داد آنچه که تحت پوششش قرار داد، یعنی ملائکه و نور پروردگار. بله، ما زاغ البصر و ما طغى، چشم کج ندید و منحرف ندید. طغى طغیان، اشتباه را میگند. لقد رأى من آیات ربه الكبرى، همانا پیامبر خدا از آیات بزرگ رب خودش اونجا مشاهده کرد. عجایب اونجا بود، خلایق اونجا بود. سبحان الله. بعد از اینکه الله عزوجل شمه از قدرت و از عالم بیکران را بیان فرمودن، حال می پردازن به لات و عزی، به این معبودن. اینا کیا هستند؟ اینا اصلا چی دارند؟ افرائیتم اللات والعزی، شما به من خبر بدهید از لات و عزی. لات و عزی حقیقتش را ما خواندیم. و منات، اینا 3 بت بودند که بعضی میگن در کعبة الله، اما بعضی میگن بیرون کعبة الله، در یک وادی از وادیهای مکه ردیف اینها با فاصله قرار داشتند که بعضی از انصار مدینه و از قبائل مدینه از اونجا احرام می‌بستن، به خاطر همینها حج می‌کردن. اصلا بیت الله نمی آمدن، اونها را مقدس می‌دانستند. اصل لات مردی بوده که یلط السویق، ستو و سویق درست میکرد برای حاجی ها. لذا اون را لات، سنگ او را بعدا معبد قرار دادن، نماد عبادت قرار دادن، خودش را عبادت کردن. عزی
جنیه‌ای بود که در همون آستانه، در همون مزار رفته بود که وقتی که خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه آمد که از بین ببرد، اون از درون این بت خارج شد و آه و فغان و ویلا می گفت. حضرت خالد زد سرش را جدا کرد تا اون ناپدید شد. لذا معلوم میشه که در این مزارات که گاهی مردم فریب میخورند، گاهی مردم میرند و میگن ما حرکاتی میبینیم، نور میبینیم، فلان میبینیم، دست خوش میشه، پا خوش میشه، صدا میاد، این همین جنیات هستند. جنیات گاهی امکان داره به شما کرامت‌های هم نشان بدن، چیزهای خارق العاده نشان بدن که شما فکر کنید چنین هست. شما هر چی میبینید چیزی، حتی کرامتی به نظر خودتون میبینید، خارق العاده میبینید، شما اول بیایید با قرآن تطبیق بدید، ببینید که مطابق قرآن هست یا نیست. اگر مطابق قرآن نیست بدونید جنیه فریب میده، میخواد کلا سر ما بذاره. لذا عزا از اینها بود و منات سومین بته که کانو یحلون لمنات، از همون جا احرام میبستند برای منات میآمدند. لذا الله میفرماید که اینها، از اینها خبر بدهید، اینا کی هستند، اینا چه میتوانند بکنند. اولا اینا نامهای مؤنث هستند، شما اینا را دختران خدا میگید. الکم الذکر و له الانثى، برای شما مرد و برای خدا دختر. شما برای خودتون پسر میپسندید، برای خدا دختر. تلک اذا قسمت ضیزى، این تقسیم ناقصی هست، این تقسیم ناقصی هست. و بعد الله میفرماید این همه لقب به اینها دادید، اینا میتونن فلان مشکل حل کنن، اینا میتونن مشکل کشا باشه، اینا میتونن حاجت روا باشند، اینها میتوانند که گنج بخش باشند، گنج به ما ببخشند، اینا میتونند که به فریاد ما برسند. نام میگذارید، این نام را شما درست کردید. ان هی الا اسماء سمیتموها، نیست اینها مگر نامهایی که شما نامگذاری کردید. انتم و آباؤکم، شما و پدران شما. ما انزل الله بها من سلطان، الله به معبودیت اونها هیچ نوع دلیلی نازل نکرده، هیچ جا الله نگفته از اینها استمداد کنید. این یتبعون الا الظن، اینها تابعداری نمی کنن مگر ظن را. ظن اینجا به معنی خیالات بی اساس، توهمات فاسد، همه چیزی توهم میکنن، با خودشون فکر میکنن و اینها پیروی میکنن چه چیزی را؟ و ما تهوى الانفس، آن چیزی که هوای نفسشون باشه. اینا پیرو هوای نفس هستند، پیرو رب نیستند، پیرو دین نیستند. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، در حالی که از جانب رب هدایت برای اونها آمده. بنویسید به واسطه پیامبر، به واسطه پیامبر از جانب رب چی آمده؟ هدایت آمده. ام للانسان ما تمنا فلله الاخرة والاولى. الله می فرماید که آیا برای انسان اون چیزی است که تمنا بکنه، هر چی دلش بخواد میتونه؟ نه خیر، انسان نباید تابع هوای نفس باشه هر چی تمنا بکند، بلکه نفس خودش را فدای دستور رب بکند. ای لیست الاشیاء و الشهوات تحصل بالامانی، هر چیز و هر شهوت با تمنا و با آرزو برآورده نمیشه. بل لله الامر، بلکه همه امور برای الله هستند. بله، فلله الاخرة والاولى، فقط و فقط برای الله است آخرت و دنیا، یعنی همه چیز در اختیار الله است. پس بهتره که انسان منویات خودش را، تمناهای خودش را، اینها را همه را تابع رب بکند، نه تابع هوای نفس بکند. صدق الله مولانا العظیم.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.